خب دوستان، تو این مرحله قرار ثبت هایی که انجام دادیم رو از اسناد حسابداری منتقل کنیم به دفتر کل یا حساب های تی. خب دوستان ببینید، ما الان کلی وقت گذاشتیم سندهای حسابداری رو ثبت کردیم و کاملا همه چی مرتب و سر جای خودش هست، ولی چیزی که توی حسابداری وجود داره اینه که باید مانده هر کدوم از این حساب ها هر لحظه مشخص باشه. توی حسابداری از ما هر لحظه گزارش میخوان، باید پاسخگوی در واقع نیازهای مدیران و سایر استفاده کنندگان، مشتریان، پرسنل و حالا تامین کنندگان، همه استفاده کنندگانی که از واحد مالی اطلاعات مالی درخواست میکنن، ما باید جوابگوی این گروه ها باشیم. بنابراین توی حسابداری هر لحظه باید مانده این در واقع حساب ها باید مشخص باشه. الان با ثبت اسناد حسابداری ما از حساب هامون هیچ مانده ای نداریم. در واقع یه حساب ممکنه تو چند سند گردش داشته باشه و ما اگه بخوایم اطلاعاتی از مانده اون حساب در واقع داشته باشیم، باید بریم تک تک سندها رو بررسی بکنیم. بنابراین به خاطر این میان ثبت های سند حسابداری رو انتقال میدن به دفتر کل. یعنی توی دفتر کل واسه هر حساب یک صفحه در نظر میگیرن. تو بحث های آموزشی به هر کدوم از این صفحه ها یه حساب تی میگن، یه حساب تی شکل میکشن، سمت راستش بدهکار، سمت چپش بستانکار. بدهکاری های اون حساب رو میبرن سمت بدهکار مینویسن و بستانکاری هاشو سمت چپ یا بستانکار می‌نویسن و در نهایت هر لحظه ما رجوع کنیم مانده اون حساب مشخص هست. بنابراین ما تو این مرحله میخوایم این انتقال ها رو انجام بدیم. خب از سند شماره 1 شروع میکنیم. سندمون الان روبرومون هست. شکل حساب تی رو با هم بررسی بکنیم. حساب موجودی نزد صندوق، در واقع سمت راستش بدهکار، سمت چپش بستانکار. گردش های این حساب رو ما باید توی این حساب تی یا دفتر کل ثبت بکنیم یا به نوعی از سند حسابداری انتقال بدیم به دفتر کل. دوستان یه توضیحاتی بدم. ممکنه شما تو بحث های آموزشی و یا تو فضای مجازی و سایت ها و حالا آموزش های دانشگاه به گوشتون بخوره یا تو کتاب های دیگه، حتما اسم سند در واقع دفتر روزنامه به گوشتون خورده، دفتر کل به گوشتون خورده. ببینید دفتر روزنامه تا پارسال سال 1403 شرکت ها موظف بودن دفتر پلم کنن. اسناد حسابداری که ثبت میشد طبق قانون در واقع باید اون ثبت ها اول منتقل میشد به دفتر روزنامه. ساختارش یه جوری بود که سندها رو زیر هم در واقع به ترتیب تاریخ و به ترتیب شماره سند زیر هم ثبت میکردن و در نهایت از اون انتقال میدادن به دفتر کل. خب دفتر روزنامه و دفتر کل رو تمامی شرکت ها موظف بودن که پلم بکنن و تحریر بکنن و زمانی که سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی یا شرکت هایی که مشمول حسابرسی هستن، در واقع حسابرس می اومد رسیدگی اونجا در واقع ارائه می دادن. ولی از سال 1404 دفاتر فیزیکی دیگه کلاً منحل شد و قراره که دفاتر به صورت الکترونیکی، یعنی فایل های اکسل از سیستم نرم افزاری، گزارش ها رو خروجی میگیرن و هر نهاد یا در واقع
سازمانی خاص بهشون ارائه میدن. در ابتدای کار بیشتر خب شرکت ها درگیر با سازمان امور مالیاتی هستن. سازمان امور مالیاتی فرمتی که قراره در واقع به عنوان دفاتر الکترونیک از شرکت ها بخواد رو ارائه داده و شرکت ها فعلا بر اساس همون فرمت دفاتر الکترونیک، یا در واقع بهتره بگیم خروجی اکسل، در واقع از ثبت هاشون به سازمان امور مالیاتی ارائه میدن. حالا کاری با این نداریم. چرا من این بحث رو پیش کشیدم؟ به خاطر اینکه شما چیزی که تو آموزش ها گفته میشه و با چیزی که تو عمل اتفاق میفته بدونید که تفاوتش چیه. خب ببینید، الان من توی آموزشمون بحث سند حسابداری رو گفتم، دفتر کل رو گفتم. سند حسابداری که همه جا هست تو نرم افزارهای حسابداری. الان در واقع تمامی شرکت ها خب سند حسابداری که جز لاینفک سیستم حسابداری است، ولی بحث دفتر کل دیگه الان وجود نداره. ولی همین ساختار رو نرم افزارهای حسابداری دارن مدیریت میکنه. یعنی نرم افزارهای حسابداری بابت هر کدوم از این حساب ها یک صفحه دارن که همین شکل حساب تی رو داره. بنابراین همین کاری که الان ما داریم انجام میدیم رو سیستم های نرم افزاری به نوعی انجام میدن. ما سند حسابداری رو ثبت میکنیم، باقی کار رو دیگه نرم افزار انجام میده. ما صرفا رجوع میکنیم به اون حساب ها و گردش اون حساب ها یا حساب تی اون حساب ها رو از نرم افزار درخواست میکنیم و به ما چاپش رو ارائه میده. خب ولی ما که الان تازه داریم سیستم حسابداری رو یاد میگیریم، باید این مراحل رو چندین و چند بار با مثال های مختلف کار بکنیم تا بدونیم که 0 تا 100 حسابداری عملکردش به چه صورته. خب دوستان، الان حساب موجودی نزد صندوق تو سند حسابداری شماره 1 30 میلیون ریال بدهکار شده. همین گردش عیناً منتقل میشه به صفحه موجودی نزد صندوق در دفتر کل یا به حساب تی موجودی نزد صندوق. به این صورت شماره سند حسابداریش میاد و گردشش 30 میلیون ریال سمت بدهکار، چون بدهکار بوده. از طرفی حساب سرمایه 30 میلیون بستانکار شده، در واقع طی سند شماره 1 30 میلیون ریال در قسمت بستانکاری حساب تی سرمایه درج میشه. به این صورت ما تمامی ثبت‌های حسابداری رو به در واقع حساب‌های تی یا دفتر کل منتقل می‌کنیم. بریم سراغ سند شماره 2. موجودی نزد بانک و حساب سرمایه. خب موجودی نزد بانک قبلا هیچ گردشی نداشته. 35 میلیون ریال تو سند شماره 2 بدهکار شده. سند شماره 2 35 میلیون ریال سمت بدهکارش درج میکنیم. حساب بعدی حساب سرمایه هست. تو سند شماره 1 از قبل 30 میلیون ریال بستانکار داره. تو این سند هم 35 میلیون ریال در واقع بستانکار شده. سند شماره 2 35 میلیون ریال بستانکار. میبینید اینجا دیگه ما تو یک صفحه گردش های حساب سرمایه رو داریم. کارکرد در واقع عملکرد حساب تی توی در واقع این گردش حساب سرمایه اینجا کاملا مشخص هست. بریم سراغ سند شماره 3. خب دوستان، من یه توضیح بدم. شما الان برای تک تک حساب ها یه حساب تی ایجاد کنید به همین شکلی که توی اسلاید میبینید و ثبت های خودتون رو منتقل کنید و در نهایت میخوام چک کنید ببینید که ایراد کارتون کجا بوده. اگر مغایرتی هست پیدا بکنید و ایراداتش رو بگیرید. خب سند شماره 3 موجودی کالا از قبل گردشی نداشته، 20 میلیون ریال بدهکار شده تو سند شماره 3. حساب بعدی حساب‌های پرداختنی از قبل
گردشی نداشته. سند شماره 3 20 میلیون ریال بستانکار شده. سند شماره 4 حساب‌های پرداختنی از قبل تو سند قبلی 20 میلیون ریال بستانکار بود، اینجا 20 میلیون ریال بدهکار شده. پس الان در حال حاضر با این ثبت این ماندهش دیگه صفر میشه. خب حساب بعدی اسناد پرداختنی از قبل گردشی نداشته، تو این ثبت 20 میلیون ریال بستانکار میشه. ثبت بعدی سند حسابداری بعدی سند شماره 5 اساسیه اداری از قبل گردشی نداره، تو سند شماره 5 35 میلیون ریال بدهکار خرید اساسیه بوده. انتقال میدیم به حساب تی. حساب سرمایه از قبل 2 تا گردش داشته، اینجا هم یه ردیف گردش داره، 35 میلیون ریال بستانکار شده. سند شماره 5. سند حسابداری بعدی سند شماره 6 دوباره اساسیه اداری از قبل 35 میلیون ریال بدهکار داشته، اینجا هم 10 میلیون ریال اساسیه خریداری شده. بدهکاریش رو انتقال میدیم به حساب تی یا دفتر کل طی سند شماره 6. حساب موجودی نزد بانک 35 میلیون ریال از قبل بدهکاری داشته طی سند شماره 2، اینجا هم 10 میلیون ریال بستانکاری داره موجودی بانک، انتقال میدیم، از این حساب کسر میشه. در حال حاضر موجودی نزد بانک چقدره؟ 35 میلیون ریال داشته، 10 میلیون پرداخت کرده، الان 25 میلیون ریال موجودی داره. سند شماره 7 هزینه ملزومات اداری از قبل گردشی نداره، 300,000 ریال طی سند شماره 7 بدهکار میشه. موجودی نزد صندوق از قبل 30 میلیون ریال طی سند شماره 1 بدهکار بوده، اینجا هم 300,000 ریال ازش پرداختی داشتیم، بستانکار میشه. الان مانده حساب صندوق چقدر باید باشه؟ من عمدن اینجا مانده هاشو ننوشتم، مانده گیری نکردم که در واقع بعدا میخوایم این کار رو انجام بدیم. 30 میلیون ریال داشته، 300,000 ریال پرداخت کرده، الان 29 میلیون و 700,000 ریال موجودی داره. سند شماره 8 حساب‌های دریافتنی از قبل گردشی نداشته، 12 میلیون ریال اینجا طی سند شماره 8 بدهکار میشه. حساب بعدی درآمد حاصل از فروش از قبل گردشی نداشته، توی این سند 12 میلیون ریال بستانکار میشه طی سند شماره 8. سند بعدی سند شماره 9 اسناد دریافتنی از قبل گردشی نداشته، تو این سند طی سند شماره 9 12 میلیون ریال بدهکار میشه، چک گرفتیم، انتقال میدیم به حساب تی. حساب بعدی حساب‌های دریافتنی تو سند شماره 8 12 میلیون بدهکار کردیم، اینجا 12 میلیون بستانکاری داره طی سند شماره 9. اگر مانده‌ش رو بخوایم بگیریم 12 میلیون از قبل بدهکار بوده، 12 میلیون بستانکار، در حال حاضر صفر میشه مانده‌اش. ببینید دوستان، وقتی برای یه حساب تو سیستم حسابداری یه صفحه مجزا در نظر گرفته میشه و تمامی ثبت‌ها منتقل میشه به اون، ما مانده هر حساب رو در واقع دیگه تو یک صفحه مشخص داریم، فقط کافیه رجوع کنیم. قدیم ها رجوع میکردن به دفتر کل، الان رجوع میکنن به نرم افزار حسابداری و اون حساب مربوطه و گردشش رو دریافت میکنن. خب سند شماره 10 هزینه حقوق پرسنل از قبل گردشی نداشته، تو این سند 500,000 ریال طی سند شماره 10 بدهکار. حقوق دستمزد پرداختنی از قبل گردشی نداشته، تو این سند 500,000 ریال بستانکار شده طی سند شماره 10.
سند بعدی شماره 11 هزینه اجاره بها 500,000 ریال طی سند شماره 11 بدهکار. حساب‌های پرداختنی 2 تا گردش تو سند شماره 3 و 4 داشته. اینجا 500,000 ریال بستانکاری خورده، منتقل میکنیم طی سند شماره 11 میاد تو در واقع حساب تی قرار میگیره. الان مانده‌گیری بکنیم از حساب‌های پرداختنی. حساب بکنید چقدر میشه ماندهش. 20 میلیون بدهی داشتیم، 20 میلیون رو پرداخت کردیم، دوباره الان 500,000 ریال بدهی برای ما ایجاد شده. مانده این حساب الان 500,000 ریاله. اون 20 میلیون قبلی تسویه شده. ببین حسابدارها دقیقاً یکی از مباحث روزمره‌ای که درگیرن سر و کله زدن با این گردش این حساب ها هست. مدیر گوشی رو بر میداره، زنگ میزنه، یا از شرکت فلانی چقدر طلب داریم، چقدر به شرکت فلانی بدهکاریم. شما این به عنوان حسابدار این صفحه ها رو باز میکنید و این گردش ها رو بررسی میکنید، مانده رو نگاه میکنید، اعلام میکنید، یا توی در واقع تاریخی اگر مشکل داشته باشه توی یک معامله یا رویداد خاصی پیدا میکنید و بررسی میکنید. خب سند شماره بعدی، سند شماره 12 موجودی نزد بانک از قبل 2 تا گردش داشته، ماندش 35 منهای 10 25 میلیون بوده. 12 میلیون اینجا دوباره واریز شده به بانک طی سند شماره 12، ماندش میشه الان اینجا 37 میلیون اگر حساب بکنیم. اسناد دریافتنی طی سند شماره 9 12 میلیون بدهکاری داشته، اینجا هم 12 میلیون بستانکار میشه و ماندهش فعلا 0 میشه. سند شماره 13 اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی عذرخواهی میکنم، از قبل 20 میلیون ریال طی سند شماره 4 بستانکار بوده، یعنی ما چکی صادر کرده بودیم که اینجا پاس شده و از حساب بانکی ما برداشت شده. ما این رو منتقل میکنیم به حساب تی اسناد پرداختنی و دیگه چکی در واقع به کسی بدهکار نیستیم. 20 میلیون داشتیم که تاریخ 6/2 اینجا پاس شد و مانده این حساب فعلا 0. حساب بعدی موجودی نزد بانک، گردش های از قبل داره، مانده این حساب اگر حساب بکنیم در واقع 37 میلیون هستش. 37 میلیون ریال باید باشه. حساب بکنیم 35 منهای 10 25 12 حساب بکنیم، بله 37 میلیون ریال. اینجا هم 20 میلیون کسر میشه 17 میلیون ریال تا به اینجای کار مانده این حساب میشه. دوستان من حساب میکنم، ماندگیری ها رو اعلام میکنم که شما قشنگ بدونید که درگیر بشید و بدونید که چه اتفاقی داره میفته. سند شماره 14 حقوق دستمزد پرداختنی، ما پایان فروردین ماه طی سند 10 حقوق حساب کردیم 500,000 ریال، بدهکار بودیم به پرسنل، اینجا پرداخت کردیم 500,000 طی سند 14 پرداخت شده. فعلا حقوقی به پرسنل ما بدهکار نیستیم تا به اینجای کار. موجودی نزد بانک 17 میلیون تو در واقع سند قبلی حساب کردیم، مانده داره. اینجا هم 500,000 ریال ازش پرداختی داشتیم، 16 میلیون و 500 تا به اینجای کار مانده حساب موجودی نزد بانک میشه اگه حساب بکنیم. خب دوستان اسناد حسابداری 14 تا بود که همه رو ما انتقال دادیم به حساب‌های دفتر کل. بریم حساب‌های تی رو مانده‌گیری بکنیم و ببینیم که
در واقع مانده هامون به چه صورته. موجودی نزد بانک. دوستان توجه کنید پایین هر حساب تی یه قسمت داره که مجموع گردش هاشو حساب میکنه. اینا رو بعداً تو در واقع زمان تهیه تراز آزمایشی نیاز داریم. ابتدا ما میایم سمت بدهکار رو مجموعش رو میگیریم، سمت بستانکار مجموعش رو میگیریم، بعد اختلاف اینها میاد مانده اون حساب رو مشخص میکنه. یه سوال دوستان، الان تو این حساب چرا مانده حساب تو قسمت بدهکاری نوشته شده؟ دوستان مانده هر حساب همیشه سمت ماهیت اون حساب میشه. ما نباید توی سیستم حسابداریمون حسابی داشته باشیم که خلاف ماهیتش مانده داشته باشه. یعنی موجودی نزد بانک هیچ وقت ماندهش منفی نمیشه. ما در واقع پولمون توی حساب بانکیمون یا بدهکار یعنی موجودی داره یا صفر، دیگه منفی که نمیشه. بنابراین موجودی هر حساب همیشه در واقع موافق اون ماهیتش هست. موجودی نزد بانک ماهیتش بدهکاره، ماندهش هم میبینید سمت بدهکار مونده. خب موجودی نزد صندوق ماندگیری میکنیم، سمت بدهکارش 30 میلیون گردش داشته، سمت بستانکارش 300,000 ریال، ماندهش میشه 29,700 سمت بدهکار. حسابهای دریافتنی سمت بدهکارش 12 میلیون گردش داشته، بستانکارش هم 12 میلیون. دوستان ببینید شماره سندش هم حتی مشخصه. تو سیستم های نرم افزاری اگه مشاهده بکنید، در واقع مراجعه بکنید، حتی تاریخش هم هست، ولی تو بحث آموزشی من دیگه تاریخ رو نیاوردم که خلاصه باشه. خب مانده حساب های دریافتنی صفره. میبینید صفرم من حتی سمت در واقع ماهیتش نوشتم، چون دیگه قرار نیست این حساب منفی بشه. اسناد دریافتنی 12 میلیون ریال بدهکاری داشته، 12 میلیون ریال بستانکاری، ماندهش صفره. موجودی کالا 20 میلیون ریال صرفاً بدهکاری داشته، ماندهش الان در واقع 20 میلیون ریاله. اساسیه اداری 45 میلیون ریال صرفاً بدهکاری داشته، گردش بستانکار نداشته، ماندهش هم همون 45 میلیون ریاله. حسابهای پرداختنی 20 میلیون و 500 بستانکاری داشته، 20 میلیون بدهکاری. یعنی طی سال 20 میلیون و 500 برای ما بدهی ایجاد شده، 20 میلیونش رو تونستیم پرداخت بکنیم، 500,000 تومان الان هنوز بدهی داریم. اسناد پرداختنی 20 میلیون بستانکاری داشته، 20 میلیون بدهکاری، ماندهش صفره. چرا ماندهش رو سمت بستانکار نوشتیم؟ چون ماهیتش بستانکاره. هیچ وقت ماهیت این حساب بدهکار، مانده این حساب بدهکار نمیشه. حقوق دستمزد پرداختنی 500,000 ریال بستانکاری داشته، 500,000 بدهکاری، ماندهش صفره. سرمایه 100 میلیون ریال بستانکاری داشته، 3 مرحله سرمایه گذاری توسط مالک مؤسسه بوده که ثبت شده و در حال حاضر 100 میلیون ریال بستانکاره. درآمد حاصل از فروش 12 میلیون ریال بستانکاری داشته که ماندهش هم 12 میلیون ریاله. هزینه حقوق پرسنل 500,000 ریال در واقع بدهکار شده، ماندهش هم در حال حاضر 500,000 ریال هستش. هزینه اجاره بها طی سند 11 500,000 ریال گردش داشته، صرفاً گردش بدهکار داشته، ماندهش هم همون 500,000 ریاله. هزینه ملزومات اداری هم یه گردش داشته سمت بدهکار، سمت بستانکار گردش نداشته، 300,000 ریال، ماندهش هم 300,000 ریاله. دوستان مانده تمام حساب ها رو ما
ماندگیری کردیم. الان رسیدیم به بحث تراز آزمایشی. تراز آزمایشی چیه؟ تراز آزمایشی یه فرمیه، یه گزارشیه مثل این گزارش. در واقع این تراز آزمایشی همین ثبت هاییه که ما انجام دادیم. میخوام توضیح بدم. شما برای خودتون از ثبت ها و حسابتی هاتون توی کاغذ همین تراز آزمایشی رو در واقع باید بتونید تهیه بکنید. حساب های تی رو ابتدا زیر هم می نویسیم، بعد گردش بدهکار اون حساب رو از قسمت گردش بدهکار میاریم، گردش بستانکار اون حساب رو از قسمت گردش بستانکار میاریم و مانده اون حساب رو از قسمت مانده میاریم. برای تک تک حساب ها باید این کار رو انجام بدید تا تراز آزمایشی 4 ستونی شما که اولین گزارش یا اولین خروجی سیستم حسابداری هست در واقع تهیه بشه. اگر توجه بکنید مجموع گردش بدهکار 207 میلیون و 800 و مجموع گردش بستانکار 207 میلیون و 800 دقت بکنید کاملا موازنه هستش. مانده ها هم 112 و 500 مجموع مانده بدهکار، 112 و 500 هم مجموع مانده بستانکار. دوستان ببینید حسابداری سیستم ثبت دو طرفه است و باید همیشه موازنه باشه. الان ما هر گزارشی از ما بخوان از طریق این تراز آزمایشی میتونیم توی یک نگاه بهش پاسخ بدیم. هر حسابی رو گردشش رو بخوان داریم، ماندش رو بخوان داریم. به همین راحتی. یعنی سیستم حسابداری از طریق سند حسابداری رویدادها رو تحلیل کرد، ثبت کرد، انتقال داد به حسابهای دفتر کل، ماندگیری کرد و یک گزارش تراز آزمایشی گرفت. الان آماده پاسخگویی به سوال استفاده کنندگان هست. هرچند که گزارش های حرفه‌ای تری توی سیستم حسابداری هست که ما در واقع بهش خواهیم رسید تو بحث های بعدی و ادامه دوره حسابداری بازار کار. ما بحث صورت‌های مالی رو داریم که گزارش‌های حرفه‌ای و پیچیده رو اونجا داریم. ولی خب اصل قضیه همینه. ما مبنای حسابداری و حسابداری پایه چیزی جز این نیستش. حالا تو ادامه بحثمون ما بحث بستن حساب‌های موقت رو داریم، بستن حساب‌های دائم رو داریم، تراز در واقع اختتامیه رو داریم و افتتاح حساب‌های دائمی رو داریم و تراز افتتاحیه رو تو در واقع بخش بعدی با من همراه باشید. در واقع بحث هامون رو تکمیل بکنیم و حسابداری پایه رو در واقع بتونیم که تکمیلش بکنیم. کم کم داریم به انتهای حسابداری پایه نزدیک میشیم. دوستان تمرین بکنید. اگر کتاب‌هایی رو تونستید تهیه بکنید، مثال‌های مختلف رو طبق همین سیستمی که من ارائه دادم برای خودتون در واقع ثبت بکنید، ماندگیری بکنید، تراز آزمایشی تهیه بکنید. اگر ایرادی مشکلی داشتید از پشتیبان دوره سوال بکنید تا در واقع مشکلاتتون مرتفع بشه.